مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 4 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 02:30 دقیقه بر اثر برخورد ماشین تمغه مرسدس بنز با مرسدس اسپرینتر در حدود جماعت مینت‌آباد نویه کوشونیان 3 نفر به هلاکت رسیده، 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. همه قربانان این صدمه ساکنان نویه وخش بودند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی ساعت 2:30 شب 4 ماه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نورعلی رستم سال تولدش 1999 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت نویه وخش به سمت نویه کوشونیان در حدود جماعت دیوت مینت‌آباد نویه کوشونیان از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده است و در نتیجه به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه مرسدس اسپرینتر تحت اداره سفروف شاکر سال تولدش 1982 ساکن نویه وخش برخورده است. در نتیجه راننده مرسدس بنز نورعلی و مسافرانش نورعلی سیدخان سال تولدش 1990، عزیزوف صبحان سال تولدش 1997 ساکنان نویه وخش هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیدند و عبدالله نورعلی سال تولدش 1996 صابر فیروز سال تولدش 1998 ساکنان نویه وخش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. راننده مرسدس اسپرینتر سفروف و مسافرانش قربان نظر و زرینه سال تولدش 1985 و شریف زاده سید محمد سال تولدش 1998 ساکن نویه وخش نیز با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه دوام دارد. صدمه مرگبار در کوشانیان علاقه سومین چنین صدمه پرقربانی در راه‌های تاجیکستان در چند روز اول ماه مای است. طوری قبلا خبر دادیم در کیلومتر 154 شهرهای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوخت بر اثر بجری عمقش تقریبا 200 متر سرازیر شدن ماشین مسافرکش تمغه استاریکس 6 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر با جراحت‌های وزنین در بیمارستان بستری کرده شدند. همین طور صبح 2 ماه سال 2023 تخمین ساعت 08:30 دقیقه ماشین تمغه تویوتا تحت اداره کریموف خمای سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در موضع تاریخی قلعه کران از بلندی 350 متر به قفا سرازیر شد. در نتیجه این صدمه 6 نفر در جای حادثه جان باختند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.